بهت تبریک میگم. بعد از کلی پارتی بازی تونستی به عنوان نگهبان شیفت شب قبرستون استخدام بشی. یه قبرستون خلوت و کسی حتی از اطرافش هم رد نمیشه. کارت خیلی ساده است. از 12 شب تا 5 صبح داخل قبرستون گشت بزن و اگه آدم مشکوکی رو دیدی گزارش بده و از همه مهمتر هرگز قوانین رو فراموش نکن. قانون 1: اگه ساعت 1:30 از بین قطعات 13 تا 17 صدای اذون شنیدی اصلاً توجه نکن. هیچ کس اون موقع اونجا نیست. قانون 2: اگه بعد از نیمه شب اطراف قصالخونه چند تا زن سیاه پوش دیدی که دارن گریه میکنن اصلاً به سمتشون نگاه نکن، راهت رو کج کن و خیلی عادی به مسیرت ادامه بده. قانون 3: اگه تو مسیر چند تا از قبرکنار رو دیدی و برات دست تکون دادن از دور، براشون دست تکون بده ولی نزدیکشون نشو و توجه کن به هیچ عنوان به پاهاشون نگاه نکنی. قانون 4: وقتی داخل اتاق نگهبانی هستی اگه شنیدی کسی به طرف در و پنجره سنگ پرت میکنه توجه نکن و اگه صدای یکی از دوستات از بیرون میومد و ازت خواست در رو باز کنی مطمئن باش که طلست. چشمات رو ببند، گوشهات رو بگیر و سعی کن تا صبح به اتفاقات اطراف توجه نکنی. موفق باشی.